الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. صدق الله العظيم. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اما بعد، قبل از همه در حضور تمام بیننده های نهایت معزز و مکرم سلام و ادب و احترام را دارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بعد از عرض سلام، من بنده عاجز و فقیر خواستم امروز در این کلیپ کوتاه برای شما در باره ثواب برداشتن ضرر از راه چه ثواب دارد و چه فضیلتی دارد، در این موضوع خواستم به همراه شما چند دقایق مختصری شما را گرفته هم صحبت شوم. عزیزان گرامی، در این موضوع، یعنی در باره برداشتن ضرر از راه عمومی، از راه، ما از نص قرآن و حدیث دلیل داریم. در آیه مبارکه سوره آل عمران آیه 115 الله سبحانه و تعالی ارشاد می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما یفعلوا من خیر فلن یکفروه والله علیم بالمتقین. الله رب العزت می فرماید آنچه را که از بندگان من انجام می دهد از خیر، فلن یکفروه، به پیشگاه خدا به هیچ وجه از اجر آن محروم نمی شوند، یعنی کارشان بیمزد نمی ماند. والله علیم بالمتقین. الله سبحانه و تعالی به احوال بندگان خیش خیلی آگاه است، خیلی علیم صیغه صفت مشبهه است، صیغه مبالغه است. الله سبحانه و تعالی به احوال و کار و رفتار متقیان، بندگان متقیان خیش خیلی آگاه است. و حدیثی داریم از روایت ابو ذر رضی الله تعالی عنه از رسول خدا که صلی الله علیه وسلم میفرمایند: عرضت علی اعمال امتی حسنها و سیئها، فوجدت في محاسن اعمالها الاذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ اعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. میفرمایند رسول حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه از رسول گرامی صلی الله علیه و سلم روایت دارند، رسول خدا فرمودند صلی الله علیه و سلم: به ما اعمال نامه خوب و بد بن امتی من نشان داده شد، پیش شد. میگن من در محاسن اعمال، در نامه اعمال خوبشان یافتم آن اذیت، الاذی یماط عن الطریق، آن اذیتی که از راه برداشته می شود. یعنی مثلا یک مسلمان است، می رود در راه رفته است و در راه می بیند که یک سنگ است، مثلا یک سنگ خرد باشد یا کلان، امین را ور می دارد تا اینکه یک مسلمان دیگر ما ضرر نبیند. یک مسلمان من مثلا در بایسکل است، در موتورسیکل است، در موتر است، در هر چی است، در مرکب است، خواب پیاده است، در هر چی است، راه می رود. مثلا این مسلمان دیگر در این راه که می رود مثلا پایش در آن نخورد، نغلطد، مثلا بایسکل آن نغلطد، موتورسیکل آن نغلطد، به موتر ضرر نرساند. این امید را دارد یک مسلمان دیگر از این اذیت نخورد، و این واجب به این نیت آن را بر می دارد. الله سبحانه و تعالی به این خیلی اجر و ثواب دارد. الله فرمود: و ما یفعلوا من خیر فلن یکفروه والله علیم بالمتقین. آنچه را که بندگان من از خیر، از کار خیر، اگر چه ذره هم باشد انجام بدهند، فلن یکفروه، در پیشگاه خدا، در حضور الله رب العزت به هیچ وجه از اجر آن محروم نمیمانند. یعنی از کارشان، کار خیری که انجام دادن، بیمزد نمیماند. و جزء دیگر حدیث این است که
و وجدت فی مساوئ اعمالها النخاعة تکون فی المسجد لا تدفن. یافتم من در مساوئ اعمالشان، در اعمال نامه بد امتی خیش، آن نخاعه آب بینی و دماغ آن را گفته می شود. مثلا در آن وقت، در وقت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، یک قسم مسجد های مجهز و یک قسم که در عصر حاضر ما مشاهده می کنیم نبود، از گل بود همش. در آن مثلا آب بینی یک کس در گل می غلطید، آن را دفن نمی کرد. رسول خدا فرمودند این در اعمال نامه امتی خیش، وقتی که به من اعمال نامه خوب و بد امتی خیش نشان داده شد، این را در اعمال نامه بدشان یافتم. خلاصه مقصد ما از این کلیپ این است که برداشتن ضرر از راه، خلاصه از نص قرآن، از نص حدیث، از هر دو ما با دلیل و با روایت صحیح مسلم در حدیث مبارکه آوردیم. من شما عزیزان را به الله عزوجل می سپارم که تا آخر این کلیپ با ما همراهی نمودید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.